دوستان عزیز میدانید چی؟ من به شما چطور گفتنیم معلوم است که آدمی زاد با بیماری های گوناگون گرفتار می شود. از قبیل زکام، درد سر، درد دندان، درد گوش، گلونده، چشم‌ده، لطخوری و غیره. اینها بیماری های هستند که بچه‌ها تست گرفتار می شود. اما بعضی‌ها نمی‌دانند که به کدام دکتر مراجعت کنند. ولی دانستن این به ما حتمی است. نکن توجه کنید. اگر مبادا دندان شما درد کند میتوانید به دکتر دندان روید. برای درد گلو، بینی و گوش شما میتوانید به دکتر گوش و گلو و بینی مراجعت کنید. برای بیماری زکام، سرماخوردگی و سرفه میتوانید به دکتری علاوی روید و از آن مصلحت‌های مفید گیرید. اگر دردتان وابسته به دیگر بیماری باشد، دکتر علاوی به شما راحتی دیگر طبیب را می‌دهد. دوای درد سر را تنها دکتری عصب‌شناس معالجه می‌کند. بنابراین به دکتر عصب‌شناس مراجعت کنید. بیماری چشمی خاصیت‌های خود را دارد. برای این بیماری به نزد دکتر چشم روید. اگر مبادا افتاد و دست و پایتان لرز خورد میتوانید به دکتر شکسته بند یا جراح مراجعت کنید. در خانه یا در راه کسی بیمار شده به زمین افتاد، حتما یاری اولین طبی رسانید. به رقم‌های 03 زنگ زده یاری ترجیح دعوت نمایید. بگذار همه شما بردم سالم به وای رسید. سلامت باشید.